زنان رکن اصلی و پایندگی جامعه را تشکیل می نمایند. دانشمندان همه پیشرفت و شکوفایی جامعه جهان را مربوط به زنان می دانند و زنان تاجیک با زیبایی، خاکساری، مهنت دوستی و مهربانی خود در دنیا معلوم و مشهورند. طوری از رسانه‌های خبری معلوم گشته است جوان دختری زیبای تاجیک منیره میرزویeva در قطار 10 نفر بانوان دیگر در لایحه اینترنتی خریطه زیبایی راه یافته عکس برداری شده است. در اصل منیره دخترک خاکسار و مهنت دوست بوده به گلپروری مشغول است. ذره هم باشد برای زیبایی دیار سهم خود را میگذارد. در برگاد کبودیزارکنی ما منیره میرزویeva یک سال زیادتر شد که فعالیت کاری دارد. زن تاجیک همچون زن زیبا در جهان هم گویم از همه زیباترین زنها هستند. لایحه اینترنتی خریطه زیبایی که اون را عکس بردار رومینیگی میخائیل نارک راه اندازی میکند، زیباترین چهره ها را از هر گوشه دنیا عکس برداری کرده در شکل کتاب به نشر میرساند. ماه قبل این عکس بردار رومینیگی برای سفر تاجیکستان را انتخاب کرده بود و چهره گل دختری مهنت دوست و زیبای تاجیک منیره میرزویeva به دستگاه عکس برداری او افتاد و مقبول هزارها نفر در شبکه اینترنتی گشته است. خود منیره 19 سال داشته در بخش کبودیزارکنی شهر عین حال مشغول کار می باشد و از کسب پیشه کردهش خوشحال است و در آینده آرزوی طبیب شدن را دارد و ستایش زیبایی خود را در شبکه‌های اجتماعی تحفه تقدیر و مهنت دوستیش می حسابد. میخوام که در آینده طبیب شوم. نصیب باشه کار و فعالیتم را بود کرده از اینجا با سر بلند برآمده به دانشگاهی تحصیل کرده و در آینده نصیب باشه طبیب میشوم. تنها برای صحت سلامت گشتن بیمارهای کشورمان میباشد. محبوبیت امروز نصیب منیره گشت. قدم دیگر در پیش رسیدن به هدف نهایی یعنی طبیب کسبی. در این جهت اعتماد کامل است. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر علم آموختن و کار و فعالیت کردن زنان شرایط مساعد فراهم آورده است. مخصوصا برای دستگیری زنان فعال سرور دولت توجه خاصه ظاهر می نمایند و پدر و مادر را می باید در تعلیم و تربیت فرزندان خود و علم آموختن آنها نقش بارز گذارند، زیرا جامعه سالم از عائله سالم وابستگی کلان دارد و هر یکی ما را می باید هر لحظه به قدر مهنت چنین نفرانی که با عرق جبین جای را زیبا می کنند رسیم و نگذاریم که کوچه و خیابان‌های رفته و پاک کرده آنها افلاس گردد. نگذاریم که گل و بوته‌های با مهر شنانیده آنها را کسی نابود سازد.